بسم الله الرحمن الرحیم. اول از همه شما بگم ما می‌خوایم مایکروسافت، همتون میدونید چیه مایکروسافت. ما توی بخش مایکروسافت در مقصد وردش می‌خوایم کنیم. انواع ورد داریم، یعنی انواع نرم‌افزاری داریم که باهاش آماده کردیم. ما مایکروسافت کامل‌تر رو می‌خوایم کار کنیم. گوشی هم یه دقیقه براتون نشون بدم. خب بچه‌ها این تصویر تو هم امیدوارم اذیت نشید. ببین ما یه دونه ورد داریم اینجا که اگر ببینید، حالا ولش کن، توی نمیشه اینجوری نشون داد. یه دونه ورد داریم برای مایکروسافت، یه دونه هم داکس داریم که برای گوگله توی گوشی. یعنی شما توی گوشی هم میتونید این آموزشی که من دارم بهتون، البته خب من گوشیم داره سیو میکنه دیگه، یکی این ورد مایکروسافت، مثلا من آوردم تو تصویر اونجا که گوشی خودم داره سیو می‌کنه، همین داکس هست. حالا واسه اکسل هم هستش دیگه، اونو تو جلسات اکسل نشون میدیم که داره حرف میزنیم. ولی اینو شما یاد بگیرید تو گوشی هم میتونید این رفتار رو داشته باشید، به دردتون میخوره. نگید ما کامپیوتر نداریم، در مجموع مثلا الان که دنیا داره به سمت تکنولوژی میره، خیلی به درد میخوره. تصویرم رو ببندم. خب شما وقتی ورد رو باز می‌کنید با همچین صفحه‌ای روبرو میشید. اینا ریسنت های منه، ولی اینا مال توه ها. با ورد من کار می‌کنی؟ کار کن حداقل. ساربون و موسی و مفهوم چند بار بردم پیش چیز دیگه. اینا پاک می‌کنم. خب ببین ما یه دونه بلانک داکیومنت داریم و تو اینجا یه سری چیزها رو به شما پیشنهاد داده. شما میتونید اون چیزی که میخواید رو، نرید خودتون رو اذیت کنید، از اینجا نگاه کنید ببین مثلا یه طرحی میخواید، بذارید اینجا اون طرح براتون باز بشه. مثلا این مدارکی که میگیرید، شما سرتیفیکیت ها اینجا قشنگ زیرش نوشته Words Based Award Certificate گفتم، یا انواعش. مثلا یه مدل دیگه سرتیفیکیت، این مثلا General Professional Thanks You Later، مثلا برای تشکرنامه خیلی حرفه‌ای جنراله. این انواعش هست. شما مثلا میخوای یه دونه سرتیفیکیت برای نفری بنویسی، روی میزنی یه دونه کریت میزنی، 65 کیلوبایت دانلود میکنه و میاد اینجا. شما میتونی هر چیزی رو داخلش تغییر بدی و هر کار دلت بخواد میتونی باش انجام بدی. ببینی؟ ولی ما اینو نمیخوایم. ما میخوایم اپ بیس شروع کنیم. میایم دوباره توی هوم. بیس ما میشه این بلانک داکیومنت، صفحه سفیدی که به ما تحویل میده. ببینید بچه‌ها ما یه سری تایتل ها داریم این بالا، سربرگ. انگلیسی بلد باشید نصف بیشتر راهو بلد میشید، ولی همش انگلیسی نیست. یه سری چیزا رو توی ورد، حالا من توی کامپیوتر جلسه قبلی میگفتم انگلیسی بلد باشی بس، همونجوری رد میشدم میرفتم. توی اینجا یه سری چیزا رو نباید رد شیم بریم، یه سری چیزا رو باید کامل دربارش بحث کنیم. این اولندش که تنظیمات ماست. شما توی هومی یه چیزی انجام دادی، میخوای یه دونه صفحه جدید دوباره بیاری، دوباره رو نیو میزنی. حالا مثلا من بلانک میخوام دوباره بلانک داکیومنت رو میزنم. این صفحه قبلی، مثلا صفحه جدیدم، این صفحه داکس 2، این مثلا داکس 1 بود، این داکس 3 بود. البته داکس میگم منظورم داکیومنت ها، من کلمه داکس اشتباه دارم میگم. اکانتتون هم حتما ثبت کنید بچه‌ها. ثبت کردن اکانت خیلی مهمه توی نرم افزارهای مایکروسافت یا گوگل.
دوباره میریم توی بحث فایل، تنظیمات ورد ما تقریبا اینجا، یعنی تنظیمات که چیز اصلیه. یه اینفو داریم پرادکتمونه، شما میتونید روی فایلتون روی وردتون یه اینکریپشن بذارید، اینکریپتش کنید، یعنی رمز بذارید روش. حالا من نمیخوام روش رمز بذارم، اینجا مثلا میزنی اوکی میزنی، فایل شما رمزگذاری میشه. بعد میخوای سیوش کنی، یه دونه از اینجا میتونی سیوش کنی، حتما سیو کردن حواستون باشه رو وان درایوتون ذخیره نکنید، روی کامپیوترتون بزنید یا مثلا اینجا براوزر بزنید بیاید بگردید هر جایی که میخواید ذخیره کنید همونجا ذخیره کنید. مثلا من میخوام توی دسکتاپم ذخیره کنم، میام اینجا مثلا روش هر اسمی که بخوام میذارم، سیو میزنم، ذخیره میشه. سیو زمانی میشه که شما اولین بار سیو از رو انجام داده باشید. اولین بار که سیو میشه فایلی از صفر داری انجام میدی، سیو از میکنید و بعد اون سیو میزنی رو اون سیو میشه. یه چیزی رو میخوای تبدیل کنی به پی دی اف، این سیو از پی دی اف، یعنی اول پی دی افش کن، ولی شما میخوای یه چیزی رو تبدیل کنی به پی دی اف، یه سری از این گزینه‌ها پولیه، یعنی نیاز داره که نرم افزار اصلی رو خریده باشی. میتونی خیلی راحت بیای به اکسپورت روی پی دی اف رو بزنی اینجا، حالا هر اسمی میخوای روش بذاری و اینجا بزنی پابلیش، به عنوان پی دی اف ذخیره میشه. پرینت میخوای بگیریم اینجا مشخص میکنی مثلا پرینتر من اینه. حالا من چون پرینتر ندارم گزینه‌ای نیست، اینجا اسم پرینترت برات میاد، میزنی آل پیج رو میخوای، میزنی مثلا هر چیزی که بخوای اونو اونجا مشخص میکنی توی ستینگت. این تنظیمات معمولا نرماله، شما هر چی بخوای پرینت بگیری رو همین تنظیمات میذاری میمونه، ولی مثلا این حالت رو نگاه کن، این صفحه شما رو از عمودی به افقی تبدیل میکنه. مثلا این صفحه شما رو میتونی بذاری رو حالت A4 یا میتونی بذاری رو حالت A3 B4 B5 فرق نمیکنه، حالت نرمال رو همچین حالتیه، همون A4 فرق بینشون نیست، یه کوچولو جابجایی. حالا ما میذاریم مثلا A4 این نرمال. این بحث مارجینز رو من بهتون الان رفتیم توی صفحه نشون میدم این چیه. این دوتا خط اول که کل صفحه شماست، خط دوم که اینجوری اومده رفته داخل هم دیگه، این وسط شما میتونید بنویسید، یعنی این بخش رو فقط به شما تحویل میده برای نوشتن. الان میریم داخل بهتون نشون میدم. اون تنظیمات دستی هم حتی داره، حالت شعراشه که با ایمیل و پیپر رو نمیدونم همچین حالتایی میتونی شیر بدی. اکسپورت که الان بهتون گفتم، کلوز هم که میبندی میشه اکانت شما که حالا من مایکروسافت آفیس پروفشنال پلاس 2019 پروداکت اکتیو، یعنی من اکتیوش کردم این برنامه‌مو، بعد میتونم سویچ لایسنس رو بزنم. کلا درباره اکانت من داره صحبت میکنه دیگه. یا وان درایو هم حتی من عضوم میتونم توی وان درایو هم ثبت کنم، یعنی سیو کنم هر چیزی نوشتم. این تنظیمات اولیه ورد ماه. بحث دیسپلی مونه، اینا هم نیاز داره که زبانت خوب باشه، ولی من توی جلسه اول اینا رو فقط نشون میدم، توی جلسات بعدی اینا رو کامل بهتون آموزش میدم. بحث سیوته، بحث امروز مطالب ساده نیاز رو میخوایم بگیم بهتون، تقریبا اون چیزی که استفاده میشه. این اولیه ترین چیز، شما میخواید به زبان فارسی بنویسید، زبانتون فارسی میخواید توی کامپیوتر، میدونم کسی درخواست نداده باشه واسه موضوعیت، من حواسم نباشه. خب کسی درخواست نداده. اولین چیزی که خیلی مهمه این چند تا گزینه است، چپ چین، وسط چین، راست چین، و یا تو اینجا مشخص می‌کنی که نوع نوشتار شما چیدمانش چطوری باشه، همش مرتب باشه، نه مثلا دو تا خط اول. حالا اینجا شکلشو براتون گذاشته دیگه.
پاراگراف رو میزنیم. ما که زبان فارسی کار میکنیم باید اینجا بذاریم right to left، از راست به چپ. اینجا رو ببین، این برای انگلیسیه، به فارسی به درد نمیخوره. اوکی، اومد این طرف. حالا من مینویسم، حالا هر چی که دلم بخواد درست میشه. یا وسط چی، مثلا نامه خیلی اداریه و باید با اصول بنویسیش. سایز متن شماست اینجا، مثلا من میذارم شوی 22. این چیه؟ این چه بره؟ اینتر که بزنم میاد خط بعد، دوباره اینتر بزنم بازم میره خط بعد، بک اسپیس بزنم برمیگرده، اینتر بک اسپیس برمیگرده. میبینید؟ خب اینجا خودش آورد رو حالت راست. همین رو توضیح میدم چرا وقتی رسید اینجا اومد راست بعد دوباره میره اونجا. همین رو توضیح میدم، فقط هر کدوم به موقعش صبر کنید به سربرگش برسن. ما اینجا چیزی داریم به اسم تم فونت. ما انواع تم فونت داریم. نگاه کن. معروف‌ترین تمی که استفاده میشه آریا دیگه. ما یه چیزی رو مینویسیم، مثلا من اینو نوشتم، میخوام فونتش رو کنم آریا، روش درگ اند دراپ یه اصطلاحه که یعنی شما دو تا دونه کلیک چپ میکنی، کلیک اولی رو میزنی، کلیک دومی رو وقتی زدی نگه میداری روی موس، درگ اند دراپ میکنی، میکشی تا جایی که میخوای بعد ول میکنی. من میام دوباره اینجا روی فونت میزنم، اون چیزی که میخوام میرم روش، مثلا من الان میخوام این باشه میزنم، میخوام کوچیکش کنم میزنم روی این، میخوام کوچیکش به شما گفتم این سایز فونت رو مشخص میکنه، این دوتا هم آیا بزرگش میکنه، آیا کوچیکش میکنه. ببین میاید روی اینا هر کدوم نوشته چیه. بولد یعنی یه جورایی کلمه رو بولد میکنه، مثلا پررنگش میکنه. بولد انگلیسی معناش اگه بدونید همونه. ایتالیک یا کنید میزنی کج میکنه. حالا این توی انگلیسی بهتر مشخص میشه. مثلا من یه همچین چیزی بزنم، یه فونتی هم بذارم که قشنگ ایتالیک روش تاثیرگذاره، بعد بهتون نشون بدم. ایتالیک بذار یه دونه فونت، مثلا این فونت فکر کنم ایتالیک خیلی خوب روش نشون بده. ببینید کج میکنه. حالا یه فونت معمولی بذارم فعلا. این چون خودش بولده دیگه روش تاثیر نداره. این زیرش خط میکشه. الان من اینم بیام روش بزنم، اینو بزنم روش خط میشه. زیرش خط میشه. آندر لاین. ما یه چیزی داریم مثلا میزنیم پرایس. البته من آندر رو نمیدونم پرایس، البته روش دراگ اند دراپ هم میکردم میزدم آندر میرفت مثلا بزنم بات آف 40 همچین چیزی. اینجا علامت دلار کجاست؟ این همون حالتی که شما روی چیزا می‌بینید، فروشگاه‌ها مثلا میگه زده فلان قدر فلان چیز قیمتشه، روش خط میکشه. اینه که میزنه روش و خط میکشه. دوباره میخواید بردارید دراگ اند دراپ میکنید، فقط روی همونی که خط کشیدید این کار انجام بدید، چیز جدید بهش اضافه نکنید. اون میره. حالا یه نکته خیلی مهم، شما میخواید مثلا فرمول بنویسم، میخوام بنویسم سودو مثلا O2 پلاس C. پلاس من کجاست؟
این فرمول رو وقتی میخوام بنویسم از این استفاده میکنم. ببینید اینجا x یه دونه 2 پایینشه. حالا نه، من میخوام این فرمول شیمی بود، یه فرمول ریاضی میخوام بنویسم. مثلا x به توان 2 y به توان 3 مثلا با z. این x به توان 2 رو میزنم این میاد بالا، اینم میزنم این میاد بالا. اوکی بچه‌ها، تا اینجا ما تا حالا اینو با این چند تا رو با هم فهمیدیم چیه، به علاوه این 4 تا، به علاوه این. اوکی، من اینو پاک میکنم. بعد بقیه‌اشو با هم دیگه پیش بریم. من یه چیزی می‌نویسم به انگلیسی من متأسفانه زیاد خوب نیست. Hello مثلا my name is محمد رضا. Nice. یه دونه میخوام خب محمد رضا. بعد اینجا میزنم مثلا نایس تو اینجوریه. نایس تو میتیو. حالا ولش کن، تو همینجا بیا، این اتیکت مهمه. چقدر انگلیسی من ضعیفه. من از اینجا میتونم متن مد نظر خودم رو رنگش رو تغییر بدم و انواع رنگ ها هم اینجا داره. ببین حتی سایه هم داره. ببین اینجا شما میتونی بیای اون چیزی که مد نظرت رو انتخاب کنی، میتونی بیای شادوی مد نظرت رو انتخاب کنی. انواع داره. حالا خودتون برید اینا رو انجام بدید قشنگ میبینید. شاید اینجا تو این تصویر مشخص نباشه تفاوت‌هاش. این حالت رفلکت میگن، رفلکیشن، یعنی حالت مریو داره، حالت آینه مانند انگار رو زمین میفته. بعد این حالت دورش رو انگار مثلا با یه چیزی کشیده شفاف شده، گلو، شیشه مثلا. حالت اینم که نمبر استایلت، اینو ولش کنین الان اهمیتی نداره. خب این پس زمینه است. های کانتراست اونلی. های کانتراست ترم هم خواستم یه های کانتراست اونلی یعنی کنتراست یک کلمه فرانسویه دوستان، به معناش توضیح دادنه، کلمه مستقیمش تو فارسی وجود نداره. کنتراست میشه اون تمایزه بین دوتا نور، یعنی اون حد وسط که خیلی سخت میشه تشخیصش داد و باهاش توی گرافیک گول میزنن بقیه رو، به میگن کنتراست. مثلا شما از یه رنگی به یه رنگ دیگه برید بدون اینکه شخص بفهمه، اون وسطی رو که شخص مثلا دارید براش بازی در میاره که نفهمه رو میگن کنتراست. یعنی همچین حالتیه. این مثلا کنتراست شماست بابت رنگ های شما و این هم که رنگ خود متنه. شما میتونید خود متن رو از اینجا هم رنگ دار کنید. تفاوتش با این اینه که این نمادین تره، بعد سایه و اینجور چیزا داره. چیزهایی که خیلی مهمه و تو این 7 دقیقه من بهتون بگم، یه دونه میمونه تیبل. همه اینا رو من بهتون میگم. مثلا اینا برای لیست های شماست. شما میخوای یه چیزی رو لیست کنی، مثلا روی این میزنی، چه میدونم اینتر رو میزنی، خودش برات اینجوری شماره گذاری میکنه، نیاز نداره هر دفعه بزنی. و همه اینا رو توضیح میدم بهتون. فقط تو این 7 دقیقه از لیست هم بهتون بگم، بعد دونه دونه هم با هم دیگه جلسه بعد کامل به ورد انجام میدیم.
روش میزنیم. به شما حالت پیش عمود هفت لازم همینجا انتخاب کنید، ولی شما دیگه مورد بیشتره. توی اینسرت تیبل میزنید number of columns و number of rows. مثلا من اینو میذارم 10، اینو میذارمش 5. ببینید دقیقاً سطر من رو بهم 10 تا داد، ستون من رو بهم 9 تا داد، نه 5 تا داد، ببخشید 5 زده بودم حواسم نبود. اوکی، بعد تنظیماتش. من می‌خواستم به شما راستی از تنظیمات صفحه هم بگم که جلسه بعد بذارید. حالا تیبل فعلا برای شما مهمتره که بدونید لیست خیلی مبحث مهمه. برای تنظیمات تیبل به حالت دستی، همین لیست شما به حالت دستی میتونید بیاید همچین حالتی موستون تغییر پیدا میکنه. میگشید مثلا از حالت عمودی، از حالت سطری میگن، آره سطری، تغییر اندازه رو بهش بدید. حالا هر کدوم هر چقدر که میخواید انجام بدید، یا همین این طرفش همچین حالتی از اینجا بگیرید جابجا کنید. شما این چیزی که میخواید رو، اگر کل لیست رو میخوای یه مقدار بزرگ یا کوچیک کنی میتونی از اینجا استفاده کنی. بزرگ شد کل لیست به یک اندازه، یعنی بزرگ شدنش مثلا 2 سانت بزرگ کنی در کل اون مقداری که هست تقسیم میکنه. حالا اگر از لحاظ عمودی مثلا بزرگ میکنی، تقسیم میکنه به تعداد سطرهایی که داری، از لحاظ افقی به تعداد ستونهایی که داری، و هر کدوم مقداری که باید رو میده و تبعیض قائل نمیشه. شما میخوای یه دونه مثلا اینجا رو من میزنم ردیف، بعد حالا هرچی اصلا مهم نیست، به هر دلیل من میخوام یه دونه رو تقسیم کنم. دنبال یه چیزی بودم ولی چیزی به ذهنم نرسید. میام روی تیبل، یه دونه اینجا درا تیبل رو میزنم و میام روی اینجا که میخوام حالت مداد که اومد اینو میگیرم از بالا میکشم به اینجا، یه دونه اینجا اضافه شد. حالا میخوام مثلا تقسیم به 4ش کنم، همچین حالتی انجام بدم. میخوام برگردم حالت قبلی، 2 تا حالت داره، یکی اینو میزنم پاک میکنم، یکم کنترل زد رو میتونی بزنی، هر کاری که کردی یه دونه برمیگرده عقب. ولی حالا مثلا من اینجوری میخوام پاک کنم، مثلا اون اشتباهی یکیش رفت. درست شد. ببینید بچه‌ها این کارو انجام دادن اومد تو اینجا تیبل لیاوت، درسته؟ مثلا تو تیبل دیزاین و اینا، همه این تایتل ها رو ما بعدا قرارشون کار کنیم. البته این تیبل لیاوت که در حالت عادی نمیاد. این تیبل لیاوت رفت، تیبل دیزاین رفت، همه اینا رو ولی ما باید با هم، یعنی قرار با هم دیگه کار کنیم که اینا از کجا میان و به کجا میرن، چطوری میشه اینا رو اوکی کرد، استفاده کرد ازشون. این تا اینجا باشه براتون. حدود 23 دقیقه ما سعی کردیم یه سری مطالب از ورد رو بگیم. امروز بیشتر اختصاص به کارهای دانشجویی، یعنی اون سایت آموزشی. جلسه بعدی کامل درباره ورده و ما ورد رو دوباره از اول بیسیک و کامل با شما کار میکنیم. تک تک این تایتل ها، تک تک اینها، کات چیه، کپی چیه، فرمت پرینت چیه، کلیپ بورد رو باز کنیم چه اتفاقی میفته، دونه دونه اینا، فونت رو اینجا باز کنیم اینا که میاد چیه، اینا رو از جای دیگه چطوری میشه انجام داد. معمولا هر چیزی رو از چند جای مختلف میشه انجام داد. دیزاین مثلا پیج کالرمون رو چطوری عوض کنیم، پیج بوردرمون رو چطوری بذاریم، حاشیه های دور صفحه رو، همه اینا انجام میشه. این جلسه حالت تریال بمونه.
تا حالا انشالله جلسات بعدی. کسی دوستان از شما سوالی داره؟ چیزی هست که الان نیاز داره یاد بگیره و نمیتونه برای بعد بذاره؟ خیلی لطف کردین، خیلی مفید بود، دستتون درد نکنه. خواهش دوستان سلامت باشید. امیدوارم روز خوبی داشته باشید، موفق باشید. خانم معصومه سلیمی. سلام خانم سلیمی. خانم سلیمی دیر اومدید، جلسه تموم شد. ما قرار شد حتما ویدیوها رو توی آپارات و یوتیوب قرار بدیم. اونجا نگاه کنید. امروز هم البته بیشترش رفت بابت کارهای آموزشیار و بچه‌ها، دانشجوی بچه‌ها. ما دفعه بعد بچه‌ها میشه چهارشنبه ساعت 17 راحتید یه ریاکت به من بدید، جلسه رو تمام کنیم. ساعت 17 چهارشنبه راحتید ما بیایم ورد رو از ابتدا به صورت کامل بکنیم. آقای راه من چهارشنبه کلاس دارم تا 6. راست میگی، منم چهارشنبه البته من چهارشنبه تمام شد کلاسم. خب خانم هرسونی ساعت 18 برگزار کنیم. شما تشریف دارید؟ خوبه بچه‌ها راضی هستید ساعت 18 چهارشنبه باشه کلاس؟ من مشکل ندارم. اوکی. دوستان دیگه نمیشه منم ظهر نیستم ولی باشه؟ میتونم آرشیوش رو ببینم. باشه بچه‌ها، ما حتما تو آرشیو براتون قرار میدیم، از آرشیو نگاه کنید. خیلی ممنون ازتون، روز خوبی داشته باشید. امیدوارم هر جا هستید موفق باشید. من این ویدیوها رو سعی میکنم تا فردا هم تو یوتیوب هم تو آپارات قرار بدم. لینک یوتیوب و آپارات هم براتون میذارم، برید سابسکرایب کنید. حالا ویدیوهای دیگه هم که آموزش ندادیم ولی نیاز بود رو اونجا براتون قرار میدم. روزتون بخیر بچه‌ها، خداحافظ. ممنون، خسته نباشید. سلامت باشید، خداحافظ شما.